قلب همه ما ایرانی ها رو درد میکنه. ولی متاسفانه ایران افغانستان دیر با خبر شده رسید. صدای من میلرزه از این موضوع. میلاد وطن که ما در این مرحله خیلی دستاوردهای بزرگ رو به دست آوردیم. سلام از ایران عزیز باستانی خدمت شما مردم شریف تاجیکستان. سلام. میلاد وطن که ما در این مرحله خیلی دستاوردهای بزرگ رو به دست آوردیم. در یک جایگی یک سالی در جهان فراموش نشونده خواهد شد. شاید میگه که و همین سال یک کسک برای بختیار جان رئیس بلاگران تاجیکستان دکتر بختیار جان یک ایجاد بخیر در نام جان یک کسک بلندتر بختیار جان. بختیار جان مجید ای بلاگرو رنجید میگه همین بلاگرو نمیشینن جیم و جید گه میزنن شب و شب گه میکنن تپ و تپ گه میکنن کپ و کپ اوچه فروخ بکن نگاه که بلاگیره یک کوسه را میگیره زوره دوره شتره میگه بریز معروف بخیره. بختیار جان مجید چندین آدم سنجید راست میگم یک بلاگر در روی خطش نزنجید. قسک زنه برای بختیار جان مجید. سلامتی میخواهی با بختیار جان عمری دراز. بیچاره بلاگر برایت میگویم شعر مهنت میکند شب و روز با شکمی گشنه نه شکمی سیر. ما طرفدار شما هستیم. بارگر 3 سالی مهنت 3 سالی رنج و شما مبارک باشد. اینک میخوایم روی صحنه بختیار جان و تشریف شمایان زیبی تعریف یک قرصک میزنیم مزریف. استاد بختیار رحیموف مرحبا. تاقی نمیشه در خاطر تاقی قرصک زنیم. السلام علیکم برادران ارجمند مهمانان خانمان جوابان فرزندان بننگ و بآل جمهوری تاجیکستان بلاگران پیشصفی جمهوری تاجیکستان سلامت باشید. یک قرصک زیبا برای اختتام بزنیم. مهمانان گرامی به همتون صحتمندی و سلامتی تجلیل سیومین سالگرد بلاگران اساسیاسیون جمهوری تاجیکستان مبارک باشد. به همتون صحتمندی سلامتی سخنی برا قلمی تیز تمنا میکنم. شما در نظر خودتون شاید نتابد لیکن وظیفه مسئول بر دوش شما تاجیکستان معرفی میکنین عیادت بیماران میرین سری صغیرها را سیله بکنین یک با توبت ده شاگرد اینیه باید توبت ده نکنو بکن اینیه سال؟ نه سوچی اینا سر درد بکنم نیه؟ درد بکنم انا درد دیده کن نلزیا zaprednja zona, nilzia tabii sen takar samanı tabii samanı sosi خدا بکر کسلی چه کسا؟ گیمارو کلام ویجدان اسلامی یه تالا دخیل کسلا بیشتر کرد زیمیستان های کسل بسیار رایج ده ایده خیلی جگه شلکینی سوز بشود بله میخشم فش میخشم تب بله خودی نکن زنده باشم لیکن بعضی حالتا با تو همین بلاگی رو پیشرفت میگه که من روزی لیکن با صحیفه خوب داره صحیفه نه قدر خوب داره چی با؟ با بعضی حالتا با ساعت 1 شب من بزن میزنم آیا که بختری جیان میشنوسی یک بار رئیس هست میشناسم رقمش که چی با؟ اینجا جان رفته است دو دختر جان یا زن و یا شو جان ساعت 1 شب وظیفه گرفته دیگه خوب میکنه رقمت مزرم ما توی هوای مردم امان هوای دم گیرد اما برای اهالی 15 میلیون شدن پیشم مردیست مفتی. سلام از ایران عزیز باستانی خدمت شما مردم شریف تاجیکستان. سلام. باعث افتخار من امشب در میان شما دوستان حضور دارم. هم زبانان خودم، هم ریشه های خودم، هم فرهنگان خودم اینجا لذت میبرم. در جمع بزرگترین بلاگرها در کشورهای مختلف اینجا جمع شدن.
از کشورهای آسیایی و بنده حبیب همینجا حضور دارم. من یک تشکر میکنم از همه دوستانی که با زبان فارسی بلاگری میکنن و متاسفانه برای یکی از دوستان تاجیکی افتاد توی روسیه قلب همه ما ایرانی ها رو درد داد، ولی متاسفانه ایران و افغانستان دیر با خبر شده رسید. صدای من میلرزه از این موضوع. مشکل اینه که زبان نوشتاری فارسی هم زیر پستاتون، زیر کپشناتون استفاده کنید تا در الگوریتم فضای مجازی کار بکنید. ما هم حال همدیگه با خبر میکنیم، نشه مشکلی برای شما پیش بیاد ما در جریان نباشیم. اون فرزند ما هم بود، فرزند ایران، افغانستان، تاجیکستان، ما یک نسلیم، اتحاد بینمون بیشتر بشه. ممنون از همه شما. یک هفته بیشتر مهمتر و با هر صورت چقدر مهم است وقتی که ما همدل و همزبان هستیم و این فقط برای پاره کردن شیرینی است آقا. زنده باشید، مبارک باشد، خوش آمدید. تشکر برای شما، تشکر میگم. زنده باشید. خب محفل ما ادامه می‌یابد و فکر می‌کنم که بله پاوز موسیقی است. برای شما تو خدمت Не расходимся. بعد از جایزه‌سپاری بلاگریسون همه سردرگم اومدیم یک نام کلانه اون طرف هم بلاگرو شدیم دیدی طرف بلاگرو طرف دینا برو استاد اصلا شیلان خلاصه همه سرجم یک خوراکیشان آماده کردن نگهبانی همه سلام و درود خدمت همه مردم از تاجیکستان. فضایی که وارد میشید در کشور تاجیکستان نه به عنوان یک مهمان بلکه اینجا کشور خودم میدونم. فضا بسیار دوستانه، صمیمی، انگار با خانواده خودم در ارتباطم. حتی بعد به ورود به اینجا دوستان زیادی لطف داشتن، محبت داشتن به ما و این دوستی و صلح و صفا رو همه ماها مدیون زبان فارسی هستیم. زبان ما شما دوست مراد بیا این از نزدیک بگیم یه سیفی گفته ها این داداش ما 18 سالشه ماشاءالله. نامتون چیست؟ بلاگره؟ بله. حاجی ابراهیم؟ حاجی ابراهیم عزیز 18 ساله از تاجیکستان. تشریف کنید بزاره. ماشاءالله. چی شد؟ باشه. تحویل کی بدم؟ اکنون پس بلاگردگان رو در سمت سیاحی ماشاءالله. استفاده بگیرید. نظر جان خوش آمدید. سلام خوبی؟ سلامت باشی. خوبی جون؟ سلام زنده باشی. سردی جان سردش میشه بیاد داخل. بریم داخل ببینم. بیاد پیش کنیم. زنده باشی. جان ماشاءالله. اکنون پس بلاگردگان در سمت